سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم با یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو قرار یه تله دیگه درست کنیم، قسمت دوم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید، کانال ما رو دنبال کنید و به دوستاتون معرفی کنید و زنگوله هم کانالمون هم بزنید که اگه ویدیو باشیم براتون بیاره. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب وسایل مدرنیت شما نیاز به شن دارید، دکمه، پیستون، لاوا، تابلو. حالا در خونه. اول شما یه خونه توش که خالی باشه زمینشو میکنید. هر چقدر زمینش بیشتر باشه بهتر. دم درش هم باید بکنید. خب فکر کنم آره تا از اینجا کافیه. هر چقدر بیشتر بکنیم بهتره. من 4-5 تا بیشتر نمیکنم. این از این هم بپوشونی. خب فکر کنم کافی باشه. آره کافی. الان یه لایه دیگه هم بریم که برای محض احتیاط. خب شما کاری که باید کنید پیستونتون رو قرار دکمه در اینجا قرار بگیره، پس شما پیستونتون رو میذارید زیر چی که دکمه قرار بگیره. بعد شما تابلو میشینید و تابلوها رو میزنید بهش جوری که همه جا رو بپوشونه. خب این از این. خب این از اینو اینجا هم باید بکنی. خب این از اینو. خب بریم اون بر. این برش هم بزنیم. این از این. الان کلشو که پوشوندیم شما کاری که باید انجام بدید 2 لایه، یعنی یه دونه اینجا میزنید لاوا رو، لایه های پایین، یه دونه لایه های بالا، 2 لایه لاوا میریزید. خب این از این. حالا لایه های پایینش هم خواستید میریزید. میایم بالا و روی اینا شنو قرار میدیم. اگه بچه اشتباه کرده باشید شنا پرت میشن پایین. اگه اشتباه تابلو رو گذاشته باشید شنا پرت میشن پایین. خب این از این تمام شد. بعد ما دکمه یه دونه میذاریم این بر ببخشید، در رو میذاریم وسط و دکمه هم میذاریم اینجا. خب کار ما دیگه تمام. هر کی بره رو اینجا فرا میره. شما فرض کنید چستتون داخله. خب و یکی میخواد چستتون رو بدوزه و میاد وارد میشه، میبینید چیزی نیست، میاد اینجا و بعد چند دقیقه این میترکه و پرت میشه توی لاوا. حالا برای این میگن که سطح لاواتون یعنی ارتفاع باید پایین‌تر بهتره و که صدای لاوا نیاد. و حالا قسمتی که شما صندوقاتون رو مثلا میذارید اینجا دیگه هم بزرگتر کنید. صندوقاتون رو میذارید اینجا که صندوقاتون پرت نشن پایین. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.